سلام تماشابینان گرامی، برنامه نوبتی رادمردان وطن را از حیات و فعالیت خدمتچیان حربی گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. از 1 دکبر در جزء تام‌های گواردیای ملی دوره آمادگی به تحصیل زمستانه آغاز گردید. تا این دوره یعنی طول 1 ماه در همه سمت‌های فعالیت خدمت حربی نقشه چوربینی‌ها عملی کرده شد. پیش از همه سنجش مجموعی جنبست تیاری جنگی در قسم‌های حربی گذرانیده شد. کارهای آبادانی، تیار نمودن بنا و انشاءات، زمینه‌های تعلیمی انجام یافت و با هیئت راهبری کننده جزء تام‌ها در زمینه قسم‌های حربی جمع آمدهای تعلیمی برگزار گردید. تفصیلات بیشتر از جریان این چوربینی‌ها در خبر و گزارش‌ها پیشنهاد شما می‌گردد. گذراندن جمع‌آمدهای تعلیمی اصولی یکی از سمت‌های تیاری به دوره تحصیل می‌باشد که پیش از سرشوی دوره‌های تحصیل با هیئت راهبری کننده جزء تام‌ها، کماندیران قسم‌های حربی، معاونان آنها و دیگر هیئت راهبری کننده گذرانیده می‌شود. مقصد از دایر نمودن چنین چوربینی‌ها در نوبت اول بلند برداشتن ملکه کسبی، تکمیل دادن مهارت و قابلیت هیئت راهبری کننده جزء تام‌ها عاید به این یا آن سمت فعالیت خدمتی، صیقل دادن مهارت کسبی خدمتچیان حربی به خصوص هیئت فرماندهی جزء تام‌ها میباشد. این سمت آمادگی برای تکمیل اختصاص، رساندن طلبات نو و یا ایلاوگی، ترتیب پیشبرد کارگزاری، پیشنهاد تجربه پیشقدم مفید بوده، همچنین با این واسطه سطح دانش و کاربری مسئولین در جزء تام‌ها معین کرده می شود. طلبات حکومت جمهوری تاجیکستان عاید به اجرایش حجت‌ها، دستورالعمل کارگزاری در قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان و طبق دیگر حجت‌های راهبری کننده درست به راه ماندن فعالیت کارگزاری غیر مخفی، مراجعت شهروندان و در این سمت مسئولیت شخصان اجرا کننده از موضوعهای اساسی جمع آمد سرداران قسم‌های صفی و شعبه‌های کادر بود که از کارهای فرماندهی گواردیای ملی گذرانده شد. قید گردید که شهروندان، خدمتچیان حربی و اعضای عائله آنها با مسئله‌های شخصی از طرف هیئت فرماندهی روزهای معین هر هفته قبول کرده می‌شوند و این ترتیب در قسم‌های حربی هم جاری است. جمع آمد سرداران ستاد در زمینه قسم حربی 051 055 با جلب افسران هیئت راهبری کننده گذرانده شد. چون همیشگی موافق نقشه جمع آمد، فراگیر موضوع اساسی مشغولیت‌ها، بیشتر تیار نمودن و طلبات حجت‌های راهبری کننده، استفاده آنها در فعالیت همه‌روزه و اجرای وظیفه‌های اساسی ستاد قسم‌های حربی در تشکیل و به راه ماندن اجرای وظیفه‌های خدمتی و جنگی هیئت شخصی بود. ولی این نوبت سطح دانش و مهارت کسبی مسئولین ستاد به طور تستی مورد سنجش قرار گرفت. سوالها از جانب مشاوران فرمانده، سرداران ریاست‌های دستگاه مرکزی ترتیب داده شد که پیش از همه موضوعهای تیاری جنگی و سطح دانش و جهانبینی، معرفت حقوقی و سیاسی خدمتچیان حربی را در بر گرفت. فعالیت ستادها در سمت راهبری همه‌روزه، طلبات حجت‌های راهبری کننده عاید به خدمت قشون‌ها و بخطری خدمت حربی، اصول‌های به نقشه‌گیری و گذراندن کارها عاید به نگهداری انتظام حربی و ترتیبات حقوقی در قسم‌های حربی موضوع دیگری جمع آمد سرداران ستاد را تشکیل نمود. وابسته به این تحلیل و بررسی خدمت کراول بعد اجرای وظیفه گذرانده شد. بحث و مناظره اشتراکچیان جمع آمد از طرف راهبری مشغولیت در اساس دستور و آیین‌نامه‌های خدمت حربی برطرف کرده شد. از تحلیل مشغولیت‌ها چنین نتیجه پیش آمد که وابسته به وضع زود تغییر یابنده جهان معاصر، هر یک افسر باید پیوسته آموزد، قابلیت و مهارت جنگی خود را صیقل داده، وظیفه‌های به ذمه داشته‌اش را با مسئولیت بلند اجرا نماید. برای تربیه هیئت شخصی و آموزاندن صفت‌های بهترین جوانمردی، جسارت و مردانگی، صداقت به سوگند حربی، حفظ و مدافع وطن همیشه سعی و کوشش نمایند.
جمع‌آمد تعلیمی مسئولین کارهای سیاسی تربیوی با اشتراک وسیع معاونان کماندیران قسم‌های حربی و راتها عاید به کارهای سیاسی تربیوی اینچنین با افسر روحشناسان قسم‌های حربی گواردیا گذرانده شد. در جمع‌آمد نماینده پروکراتور حربی گارنیزون دوشنبه عاید به ترتیب یگانه حجت‌گذاری و به قیدگیری آنها کارگزاری بین اداروی معلومات داده برای تامین ولایت قانون، رعایت انتظام حربی و تربیت حقوقی افسران و سربازان اظهار عقیده نمود. اینچنین در رفت جمع‌آمد مهمترین سمت‌های روانشناسی که برای همه‌جانبه آموختن و درک حالت روحی خدمتیان حربی مساعدت می‌نماید از جانب استاد دانشگاه ملی تاجیکستان طریق صحبت و پیشنهاد مسئولین کارهای سیاسی تربیوی از حیات و فعالیت همه‌روزه خدمتیان حربی بررسی گردید. مسئولین کارهای سیاسی تربیوی از فعالیت یک ساله خود حسابات داده تاکید کردند که اهمیت تاریخی دستاوردهای استقلالیت دولتی تاجیکستان را در بین هیئت شخصی وسیع ترغیب و انعکاس کرده جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی را با انتظام نمونوی و تیاری همه‌جانبه پیشواز می‌گیرند. در جنبست جمع‌آمدهای هر یک سمت خدمت حربی فرمانده گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان گنرال مایور گواردیا باباجان جمالزاده اشتراک کرده تاکید کردند که طبق دستور و سپارش‌های سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان خدمت را در اساس ارزش‌های عالی جوانمردی، صداقت به پرزیدنت و وطن طبق طلبات آیین‌نامه‌های خدمت حربی به راه مانده پیوسته مهارت و ملکه کسبی خویش را تکمیل دهند تا اینکه وظیفه‌های خدمتی و جنگی را با مقصد حفظ و پایداری امنیت و ثبات جامعه با مسئولیت بلند وطنداری سربلندانه اجرا نمایند. خدمت حربی مکتب آموزش است. اینجا جوانمردان در برابر از خود کردن تعلیمات حربی، صداقت به مرز و بوم اجدادی، درس جسارت و مردانگی، کسب و هنر می آموزند. مهارت و ملکه اندوخته خویش را تکمیل می دهند. سیوژت نوبتی ما از هنر و استعداد و قابلیت ورزشی یک گروه سربازان شجاع گواردیای ملی منظور شما می گردد. ای وطنی من، جان و تنی من، در حفظ تو آماده‌ام از دل و جانم. سرباز قطاری گواردیا امیدجان شریپوف بعد ختم کالج صنعتی به نام استاد احمد باباقلوف مادر وطن را اختیار کرده است. عین زمان در ارکستر حربی ملی در وظیفه موسیقیچی خدمت می‌کند. خدمت در دسته هنری ارکستر حربی برایش امکان فراهم آورد که مهارت آوازخوانی‌اش را صیقل دهد. در این کار به او افسران با تجربه کمک می‌رسانند. هیئت دسته هنری ارکستر حربی در برگزاری چاره‌بینی‌های فرهنگی و فراغتی قسم‌های حربی سهمی ارزنده دارند. هنرنمایی سرباز قطاری گواردیا امیدجان شریپوف رپرتوار دسته را بای و رنگین نموده است و او مخلصان خود را دارد. اینچنین شاگردانه آهنگ هم ایجاد می‌کند. من در برابر اوزخوان بودم، باز اسباب‌های موسیقی پیانینا، طبله هندوستانی، هارمونیوم و سیتار هندوی رو نواخته میتونم و کوشش میکنم که باز دیگر اسباب‌های موسیقی رو نیز از خود کنم. من سرایم از دل و جان، وطنم جان تاجیکستان، مهر تو بالو پری من، وطنم جان مادری جان، مهر تو بالو پری من، وطنم جان مادری جان. برای اشتراک فعال و سهمگذاری در فستیوال جمهوریوی سرودی سرباز بارها با افتخارنامه و سپاسنامه سرفراز گشته است. او در قطار دیگر سربازان همیشه در صف بوده در مشق و مشغولیت‌های تعلیمی نیز فعالانه اشتراک می‌کند. امیدجان با اجرای نمونوی وظیفه‌های خدمتی و انتظام بلند حربی در نزد سرداران و همخدمتان موقع دارد. هر یک جوانمردی که
ба сафи артиш дохил мешавад, бояд пеш аз ҳама тамоми нозукиҳои хизмати арбуриро аз худ кунад. ман ҳам дар қатори дигар сарбозон ҳамеша дар саф ҳастам ва якҷо хӯрок мехӯрем, якҷо хоб меравем, якҷо дарс меомӯзем. аз силое ки ба ман вобаста шудааст, тамоми нозукиҳояшро аз худ кардам ва борҳо ба тирпаронӣ рафтем. ифтихор мекунам ки дар гвардияи миллӣ хизмат мекунам. мо ба ин шуҷо умедҷон шарипов дар хизмат комёбӣ ва дар ҷодаи ҳунар барору муваффақият таманно дорем. غمخوار و مهربانی عزیزی همگانی دوستی پیر و جوانی امان باش سروری ما پیشوایی ما. طبق دستور سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در نزد هر یک قسم حربی گواردیای ملی نانپسخانه فعالیت می‌کند که هیئت شخصی جز او تام‌ها سری وقت با نان گرم و خوش‌صفت تامین کرده می‌شوند. البته اینجا هم هنر و مهارت موقع دارد. یک گروه سربازان که در نانپسخانه‌ها خدمت می‌کنند برای اجرای با موفقیت وظیفه‌های خدمتی همتایانشان سهم گذارند. سرباز قطاری گواردیا کریمجان احمدов سال دوم خدمت را سپری کرده نه تنها فعالیت نانپسخانه یک قسم حربی را پیش میبرد، اینچنین به هم خدمتانش هنر میآموزد. من سرباز قطار احمدов کریمجان عین‌های قونچی دهه بسمانده طول یک نیم سال میشود که خدمت را در نانپسخانه پیش برده است. این هنر از کی گرفته؟ این هنر را اوچم در خانه میپخت و چی میکردیم در همونجا یاد گرفتیم. البته بزرگی به عقل است گفتند، نه به سال. کریمجان در نانپسخانه از همه خرد است، ولی همخدمتان از روی هنرش او را عزت میکنند. همخدمت ما سرباز قطاری احمدов کریمجان بسیار بچه غمخوار است. ما بسیاری کارهایم را از همین شخص آموختم. ترتیب روز نانپزان از دیگر سربازان فرق میکند. آنها در اساس دستورالعمل الهیده اوید به تیار نمودن نان که معیارهای خود را دارد خدمت را پیش میبرند. در یک روز یک بسته نانپزان 700 دانه نان تیار میکنند. سرباز قطاری گواردیا کریمجان احمدов از خدمت و هنر خود افتخار دارد. در اینجا در زمستان خوب است، گرم است. در تابستان در پیش دخوابگاه ایستادن قیمت‌تر است. ما سربازیم، از خدمت خوب خود ما افتخار میکنیم. هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده گفتند بزرگان. قسم دیگری جوانان که با قابلیت و مهارت ورزشی بین همخدمتان موقع دارند با چالاکی و زیرکی، ذوق و شوق زیاد و سربلندانه خدمت را انجام می‌دهند. این گروه سربازان غیرت و بازوی پهلوانی دارند. پیوسته به مشق‌های ورزشی مشغول شده جسم و روح خویش را آب و تاب و مهارتشان را تکمیل می‌دهند. بیشتری آنها تا خدمت در بزم‌های پهلوانی، مسابقه‌های ورزشی در ناحیه، شهر و ولایت و حتی بیرون از جمهوری در چمپیونات آسیا دست بالا شدند. یکی از آنها سرباز قطاری گواردیا پرویز نظرов میباشد که از نورسی به گشتن سامبو ذوق زیاد دارد. فکر میکنم که مرد است که به ورزش زندگی کردن نمیتونه. وقتی که مرد خچه موی کردن نمیتونه، وقتی که وطنش موی کردن میتونه. نظرов پرویز یکی از سربازان بهترین ما است که در چندین مسابقه‌های بین ساختارها و بین گواردیای ملی اشتراک می‌نماید، جای‌های نمایان را اشغال می‌نماید. هنگام نواربرداری پی بردیم که جوانان ورزشگر همگی با تمکین و صاحب معرفتند. آنها از خصلت و ارزش‌های والای جوانمردی یعنی شرف وطنداری آگاهند و با محبت از دیار با افتخار سخن میگویند. از آنکه در قسم حربی برای مشغولیت‌های ورزشی و تمرین مهارت شرایط خوب مهیا است، سربازان به نهایت خرسندند. من قاورف عبدالرشید به گواردیای ملی داخل شده طول یک ماه میشود که من در این قسم حربی 051 057 خدمت کرده شدم. در اینجا بسیار شرایط ها
خوب است. برای ورزش مشغول شدن هم تالار ورزشی دارد. تالار ورزشی بسیار جلوی سال بسیار خوب دارد. ما در اینجا به ورزش مشغول باشیم. وقت‌های برای ورزش مشغول شدن داریم. من به خدمت تیاری دیده و ورزش مشغول شدم. وقتی که به خدمت آمدم در اینجا نیز ورزش در سطح بالا است. همچون ورزشکار خود را شناختم. تمام شرایط و مهیا کردگی است امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای ما. خیلی ما راضی هستیم. ورزش این زیبایی است. ورزش این سلامتی است. ورزش این چیزی هست که همه وقت آدم را بردم نگاه می‌دارد. این سرژانتان و سربازان گواردیا از زمره ورزشگران آینده دارند که حالا از استادان ورزش در قسم حربی تجربه می‌آموزند و برای اشتراک در سبقت‌های گوناگون در گواردیای ملی و بیرون از آن آمادگی می‌گیرند. ما به آنها کامیابی تمنا داریم. گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان با مؤسسه‌های تعلیمی و اهل جامعه رابطه و همکاری دائمی داشته هیئت شخصی آن سعی و کوشش می‌نمایند که در تربیت حربی و تندرستی جوانان سهمگذار باشند. گزارش نوبتیمان را از واخوری و جریان مشغولیت‌های مکتبچگان در جزء تام‌های گواردیای ملی منظورتان می‌گردانیم. مسئولین کارهای سیاسی، تربیوی و تیاری جنگی گواردیای ملی در برابر تطبیق نقشه و برنامه‌های تعلیمی در جزء تام‌ها برای بلند برداشتن سویه دانش، حس خودشناسی و تربیت حربی و تندرستی جوانان و نورسان سعی و کوشش می‌کنند. با این مقصد چند پیش شناسایی و واخوری زیاده از 200 نفر خوانندگان صنف‌های بالایی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 شهر دوشنبه را در گواردیای ملی تشکیل نمودند. خوانندگان و استادان را افسران مسئول فرماندهی قبول نموده راهبردی کردند. طبق رجه روز خدمت حربی تشریف خوانندگان به وقت خوراک نصف روزی راست آمد. نوبتداران آشخانه، سربازان و سرژانتان خوانندگان را با خوشحالی مهمانداری کردند. مکتبچگان نیز برای استقبال و مهمان نوازی اظهار منتداری نمودند. بعد خوراک نصف روزی خوانندگان به نقطه‌های تعلیمی جدا شده در سیمخانه‌های فنی مرکز تیاری کادرهای گواردیای ملی دانش و موضوعهای نظریوی آموخته‌شان را در مشغولیت‌های عملی نمایشی مستحکم کردند. متخصصان افسران سابقه‌دار خدمت حربی موضوعهای وابسته به ماشین‌های جنگی پیاده نظام، سلاح‌های آتشفشان را با استفاده واسطه‌های عیانی گذراندند که برای محصلین خیلی شوق‌آور بود. همچنین در دیگر سیمخانه تعلیمی تکنیکی نمودهای ماشین جنگی، خصوصیت‌های تکنیکی، افضلیت، طرز و ترتیب نگهداری و استفاده برای آنها نشان داده شد. مکتبچگان از صحبت و موضوعهای جالب افسران از کار و فعالیت و ترتیب پیشبرد خدمت معلوماتی بیشتر پیدا کردند. گروه دیگری خوانندگان باشد در میدان صف آرایی قسم حربی طرز درست مشق‌های صف آرایی را با امر رهبری مشغولیت اجرا کردند. در سیمخانه تیر الکترونی باشد خوانندگان دایر با سلاح آتشفشان اتوماتیک کلاشنیکوف و تپانچه مکارف معلوماتی مفصل گرفته مهارت تیرپرانی خویش را سنجیدند. البته افسران مسئول ترتیب استفاده برای سلاح‌های مذکور را نشان دادند. اینچنین مکتبچگان از کتابخانه قسم حربی میدانچه‌های تعیینات گوناگون دیدن کرده دایر به ترتیب فعالیت کتابخانه شماره ادبیات در آن معلومات گرفتند. در تالار قسم حربی گروه زیادی خوانندگان و سربازان جمع آمده پیرامون موضوع خدمت مادر وطن وظیفه مقدس فکر و ملاحظه های خود را بیان کردند. سردار ریاست عاید به کارهای سیاسی تربیوی سخن را از دستاورد بزرگ دوران استقلالیت ساختمان نیروگاه برق آبی راغون آغاز نموده با شکرگزاری و افتخار از خدمت مادر وطن پیروی جوانان را به کار و عملهای سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت تاکید نمودند. اشتراکچیان واخوری در نوبت خود صداقت و احترامشان را و مقدسات ملی، استقلالیت و وحدت ملی بیان نمودند. بعد بازدید از شرایط خدمت محصلین شاهد مشق‌های عملی هیئت شخصی قسم حربی 051 055 گردیدند که قسمت خیلی جالب و خاطرمان واخوری گردید.
баргузории чунин вохӯриҳо барои баланд бардоштани донишу ҷаҳонбинӣ, тарбияи ҳарбӣ ва тандӯстӣ, эҳтирому ифтихор аз хизмати ҳарбӣ ва дӯстиву рафоқати ҷавонон мусоидат мекунад. дар пайравӣ ба корҳои ободониву бунёдкорӣ ва дар амал татбиқ намудани дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат, ҳайати шахсии гвардияи миллӣ шинонидани гулу буттаҳои ороишӣ ва дарахтони сояафкану мевадиҳандаро дар атрофи қисмҳои ҳарбӣ ва талу теппаҳои машқгоҳи саҳроӣ оғоз намуданд. қобили зикр аст, ки ин чорабинӣ дар қисмҳои ҳарбӣ аллакай анҷом ёфтааст. ҳайати шахсии қисми ҳарбӣ 051-055 дар як рӯзи корҳои ободонӣ 59 ниҳоли сояафкан ва 272 бех дарахтони мевадиҳанда шинониданд. кабудизоркунӣ, ободу зебо нигоҳ доштани мавзеъҳои хизмат, ҳудуди қисмҳои ҳарбӣ ва назди биноҳои истиқоматии хизматчиёни ҳарбӣ пайваста таҳти назорати масъулини ақибгоҳ аст. дар асоси маълумоти шуъбаи манзилию ба истифодадиҳии раёсати ақибгоҳ то имрӯз дар гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон 1142 бех ниҳоли сояафкан, 1882 бех ниҳоли дарахтони мевадиҳанда ва 1100 қаламча гули садбарг шинонида шудааст. бунёдкориву созандагӣ яке аз самтҳои асосии сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст, ки хизматчиёни ҳарбӣ дар навбати аввал аз он пайгирӣ намуда дар баробари сокинони кишвар силсилаи нақшаи чорабиниҳоро амалӣ мекунанд ва барои кабудизоркунӣ, ободу зебо шудани ҳар як гӯшаву канори кишвар саъю кӯшиш доранд. ватан ҳамеша ба қудрату бозӯи фарзандони матин ирода такя мекунад ва бо ифтихор аз насли шарафманд бо умеди хонаободиву саодати рӯзгори шумо тамошобинони гиромӣ дар ҳамин ҷо барномаи навбатии родмардони ватанро ба охир мерасонем. хайр, то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед.